سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ دوستان، ترکیب چمپیون شارژ با دوترایدره. ما ماشین برای زدن یکی شعله انداز میبریم، یکی پرتابگر نیرو. هر کدوم که استفاده شد، پرتابگر نیرو زمانی استفاده میشه که شعله انداز استفاده نشه. شعله انداز زمانی استفاده میشه که کمان ایکس یا مولتار اون منطقه رو نگیره و بتونه تخریب خوبی داشته باشه. بعد از یه جا چمپیون شارژ میبرین، میزنین با اینویزیبل های زیاد، یه دونه زلزله، یه دونه سم، الباقی باید اینویزیبل باشه. اینویزیبل ها رو فقط واسه نامری کردن چمپیون نبرین، واسه هدایتش هم ببرین، خیلی خوبه. پت چمپیون باید ققنوس باشه که یه جونی بهش بده، یه ضربات آخر رو بزنه. بعد ابیلیتیش باید چکمه الکتریکی با هوگ یا میتونید ترکیب کنید یا با تقویت کننده نیزش، یعنی زودتر نیزه رو پرت میکنه. بعد 5 تا هیلر، 5 تا دوترایده، یه دونه بالون، 10 تا 8 تا والکری، یه دونه بیبی دراگ، یه تایتان، یه آیس گالم و 3 تا سوپر بربر و 3 تا آلچر. ابیلیتی های کینگ مثل همیشه توپ کینگ و زلزله. ابیلیتی کوین تیر قولاسا و نامری کننده. ابیلیتی واردن هم جواهر خشم و کتاب ابدیت. برای این 3 تا بهترین پت ها هم توی ترکیب میتونین نگاه کنین. تا درود دیگر، بدرود.